شب عاشورای ابی عبدالله الحسین است. شفای عاجل کامل همه مریضان. دو تا از خواهران و مادران التماس دعا گفتن و همینطور هر مریضی که در طول روز زنگ زدن خبر دادن جهت شفای عاجل کامل این مریضا. جناب آقای بیکی که هر شب نوحه میخواندن مریض حال هستند و همینطور آقا عنایت که برای برگزاری مجالس زحمت میکشیدن. شفای عاجل کامل همه ایشان. صلوات نهاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح شهدای کربلا، شادی ارواح پدران و مادران این جمع، شادی روح مرحوم مغفور آقا عبدالواحد عزیزی که مانند پدر دلسوز برای برگزاری هیئت زحمت میکشیدند. و همینطور با خبر شدیم که خادمه و ذاکره اهل بیت مادر آقا عتیق الله احمدی دیروز به رحمت خدا رفتن. شادی ارواح همه پدران و مادران، مخصوصا این روح دو بزرگ. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. فلعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به بأبي انت و امی یا مولا یا ابا عبدالله. عرض سلام ادب احترام دارم محضر جوانان، پدران و مادران، بزرگان مجلس. خداوند مخلصانه و بیریا از مستمعین و گوش دهندگان و فراشان و تیم آشپزی، تیم امنیتی، تدارکات، هر کسی که کم یا زیاد به این مجلس کمک کرده، خداوند مخلصانه و بیریا از مدعان ما، نوخانا، قاریان ما به درگاهش قبول بفرماید. فرمودن امشب را ما شب عاشورا اعلام کردیم. خب این اختلاف مبانی در همه کشورها هست، یک شب دیر یا زود. مهم این است که ما یک شب را برای ابی عبدالله الحسین شب عزای عمومی عزا اعلام بکنیم. امشب خیمه های ابی عبدالله برچیده میشه. امشب آخرین شب است که خیمه های ابی عبدالله در کوفه و کربلا برپا هست. فردا دیگه نه خیمه است و نه خیمه نشینه. ما یکی از رسالت های عزاداری این است که ما باید از خیمه امام مقتول به خیمه امام منصور بریم. جریان از چه قرار است؟ در قدم اول قرآن کریم میان امام مقتول و منصور رابطه برقرار کرده. امام شهید و مظلوم و مقتول ما حسین ابن علی هست. امام منتقم و منصور ما صاحب العصر و زمانه. آیه رو که در اول سخن تلاوت کردم
3 تا امام ما فرمود که منظور از این آیه حسین جد ما و فرزند ما امام مهدیه. کدام آیه؟ آیه خطاب میکند که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. میگه ای آدم ها، مسلمان، شما حق آدم کشی ندارید. حالا که طالب القاعده داعشی میاد استدلال میکنه اینو بکش اونو بکش، یقین کنید که هیچ عالم زبردست پشت اینا نیست. اینا همین گروه های خودسری هستند که این ور برو اون ور برو، یک نزاع درست کن. عالم پخته زبردست پشت قضیه اینا نیست. اگرم باشه ما اینجا یه فرمول یاد گرفتیم، گفتیم هر عقیده و حکم اخلاق ادب رو که کسی به ما بگه که اینطوری باش یا اینو بگو یا اینو بخور، اگر کتاب خدا و عقل ما قبولش نکرد میگه فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنیش. قبول نکن. آدم کشی رو هر کسی که فتوا بده، چون عقل ما و کتاب ما قبول نمیکنه، ما هم قبولش نمیکنیم. در استرالیا بنده خدا پایان نامه دکتری داشت راجع به دومستیک. یک وایلنس داریم، دومستیک خانگی، خشونت داخلی و خشونت بیرونی. گفتم اسلام از همه ادیان بهتر گفته که در جامعه صلح چه شکلی باشه، در خانه صلح چگونه باشه. وقتی این 2 تا آیه رو خواندم خودش تعجب میکرد. قرآن میگه من قتل النفس به غیر حق فکأنما قتل الناس جمیعا. چه قانونی در اسلام؟ میگه اگر کسی یک نفر را بیگناه بکشه مثل این است که کل بشر را کشته. هیچ قانون اینقدر سنگین نیست بر نسبت به قتل. این آیه مورد بحث ما میگه که شما حق ندارید آدم را بکشید الا بالحق. بالحق یعنی چی؟ قصاصش کن. جنایت کرد بکش، که قانون اعدام در همه دنیا هست، کم یا زیاد، بحثش بماند. آدم کشی ممنوع. بعد یه چیز دیگه میگه قرآن، در زمان قدیم یه نفر که کشته میشد قوم و خیشش 10 تای دیگر رو میکشتن. زمان پیغمبر اینطوریه که گفت چرا اسلام میگه 4 تا زن بگیر؟ ها گفتم تو که تاریخ که نخوندی که ببینید چه خبره. الان دنیا میگه زنی که خوده، که زمان پیغمبر میگفت 40 زن بگیر، 400 زن بگیر. خدا گفت 40 تا نه 4 تا، از اون ور کمش کرده. قرآن میگه یه کار دیگه هم بکن، شما حق آدم کشی نداری. اگرم کسی از شما کشته شد، مظلوم کشته شد، شما حق کشتن آدم ها دیگر نداری، جز همون 1 نفر در صورتی که دادگاه و محاکمه برگزار بشه که داستانش مفصله. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. میگه اگر کسی مظلوم کشته شوه ما بر اولیایش، به ورثه‌اش ولایت میدیم که ببخشه، دیه بگیره یا قصاص بکنه. امام باقر فرمود که اونی که من قتل مظلوما، مقتول مظلوم، جد ما حسین ابن علیه. او ولیه که قیام حسین ابن علی را انتقامشو میگیره. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این منصور فرزند امام مهدی علیه السلام. پس از قرآن نتیجه میگیریم که لقب حسین ما امام مقتوله، لقب امام زمان ما امام منصور. همین زیارت عاشورایی که شما میخوانید 3 جا در همین زیارتی که 1.5 صفحه 2 صفحه بیشتر نیست، کم یا زیاد، صفحه آچار بزرگ، در این کتاب های کوچیک 5 صفحه، 3 جای 4 جای از رابطه حسین با امام مهدی سخن گفته شده. و ان یرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور من اهل بیت علیه. همینجا اشاره داره، میگه حسین جان ما از خدا میخواهیم که عمر ما انقدر طولانی بشه که در کنار فرزندت امام مهدی انتقام تو رو بگیریم. پس هم قرآن هم سنت و هم دعا میان امام مهدی ما و امام حسین روابط برقرار کرده. ما هم که خدا توفیق داده 10 شب یا تا 40 شب یا تا آخر سفر 2 ماه
برای ابی عبدالله عزاداری میکنیم، حتما در یک دو شبش از خیمه امام مقتول به خیمه امام منصور بریم که عزاداری تکمیل بشه. در حسین ماندن کار ناقصه. منبری و عالم دانشمند باید دست عزادارا رو به دست امام زمانش بده که این خیمه به چرخد، این کار رو به جلو بره. از طرفی هم عزاداری های ما هم مستحب مؤکد است. بنده نظرم این است اگر روز توزیع المسائل رساله بنویسم، در بعض جاها عزاداری امام حسین واجبم هست. اگر بگه دلیلش چی آقا شما پس فردا اگر یه وقت رساله دیدی بگم آیت الله فلانی گفته، میگم آیه قرآن است که 2 شب ما روش صحبت کردیم. مودت و محبت اهل بیت را خدا در قرآن بر ما واجب کرده. یکی از صحنه های مودت و محبت اینه که خب بیای برای ابی عبدالله درود و سلام بفرستی دیگه. اینه برای من و شما که در این محیط هستیم همون واجب است که گفتم برقراره، چون اولادهای ما ممکنه کتاب نخوانن، مطالعه نکنن، فیلم نبینن. وقتی در این مجلس که میاریش، این مجلس کار همه چیزا رو انجام میده. بارها گفتم من در یه پادگان حدود 6-7 هزار نفر برای سربازی و عسکری آماده بودن، به یکیش گفتم چطور اینقدر شب عاشورا میای؟ گفت من یاد شعله زرد مادر بزرگم افتادم، او شعله زرد آورده بودش صحنه امام حسین علیه السلام. لذا اینجا بیایید همینجوری شلوغ باشه، گرما باشه، آقا جلو بیا، موقع سینه زدن، اینا مجموعش فرهنگ عاشورا رو تشکیل میده. آبشم بخور، شربتشم بخور، چایم رو پات بریزه، کل اینا جمعاً به ما یک رایحه و بوی میده، احساس میده که وقت محرم میاد این بوها و احساسها ما رو جمع میکنه. خب بین امام مقتول و شهید و امام منصور ما امام زمان علیه السلام روابط فراوان برقرار. یه خبر خوش و عجیب به شما بدم. اونایی که کلیپ های منو گوش دادن شاید برایشون یک مقدار منبر تکراری باشه، ولی من حواسم جمع است، همیشه در منبر چیزی کم و زیاد اضافه میکنم که خسته کننده برات نباشه. یه سخن جالب امشب یاد بگیرید. در جهان اسلام 2 مذهب مهمه، مذاهب دیگه هم هست کوچیک ریزن. 2 مذهب مهم که یکیش تسنن است، یکیش تشیع. فرقشان 20%، اتحادشون 80%. خدایشان یکی از، پیغمبرشان یکی از، قرآنش یکی از، نماز 5 وقتش یکی، حلال حرامشان یکی، ازدواج نکاحشان یکی. یه 3-4 تا مسئله جزئی اختلاف داره. یکی از اختلافات در امامت. در دنیا هیچ مسلمان زاده نیست که بگه من بغض علی رو دارم. برادرم اگر گفتن 100% غلط گفتن. در دنیا هیچ مسلمان زاده وجود نداره که بگه من بغض اولاد فاطمه رو دارم. اگر گفتن حتما غلط گفتن، جز ناصبی و نواصبه که خدا ریشهشون کند تمام شد رفت. خب این 2 فرقه مهم جهان اسلام که مکمل همن، این 2 اختلافشون در امامت بر سر این نیست که ما علی رو دوست داریم اونا دشمن میدونه. کی همچی حرف رو زده؟ 6 تا 3 یک فصل کامل در منقبت علی سخن گفتن، فی مناقب علی ابن ابی طالب. یک چپتر، یک فصل در مناقب فاطمی زهرا. اکثر روایت هایی که ما راجع به امام حسن و حسین خب از اونا گرفتیم. ما اونا اختلاف این است که میگن پیغمبر که از دنیا رفت خلیفه و امام تعیین نکرد، کار رو به مردم داد، مردم هم اولی رو انتخاب کرد. ما میگم نه، پیغمبر به اذن خدا علی ابن ابی طالب رو معرفی کرد. اختلاف اینجاست. خب و بعضیشون میگه آقا خلافت مال ما، امامت امام علی رو میگن ما قبول داریم. ما قبول داریم که بعد از پیغمبر هیچ کسی به اندازه علی علم نداشت و اسلام و تفسیر قرآن رو بهتر نمیشه. میگه ما مقلدش هستیم. اتفاقا منظور در 11 امام با ما تندکن میرن. گاهی اوقات برای امام باقر ما شعر میخونن. گاهی اوقات در امام زمان که میرسه آقایون بدانید بفهمید، در امام زمان با هم رفیق میشیم.
همه چیزا فراموش شد. این 7-10 تا چیزی که میگم 4-5 تا کتاب در این زمینه نوشتم. ببینید یکی از چیزهایی که با هم حرف میزنیم، ما در 10 تا چیز یکی میگیم، در 10 محور اصلی راجع به امام مهدی که امشب از خیمه امام حسین میریم سراغش، اتحاد در بحث امام مهدی در 10 تا چیز یکی میگیم. اول نام اون آقا چیست؟ نام کوچکش فرس نمیش. شیعه و سنی گفتن پیغمبر بارها وقت گفت مهدی میاد گفت نام او میم ه میم دال است، همون نامی که نام پیغمبر است. چرا میگم میم ه میم دال؟ میگه تا قبل از ظهورش جایز نیست که نام ریزیش بگیری. نام کوچک یا فرست نیم، سر نیم اول امام مهدی ما میم ه میم دال همون نام پیغمبره. شیعه و سنی هم اینو قبول دارن، میگو آقایی که ما منتظرش هستیم نامش اینه. دیگه چی؟ مهمترین لقب او المهدی است. کتابای اهل سنت پر است از اخبار المهدی. او آقا اگر یک روزم از عمر دنیا بمد حتما میآید، سیأتی. همه ما میگیم او آقا وقتی میآید که دنیا را ظلم و جور و فساد پر کند. 4 تا او میآید تا عدل جهانی رو برگزار کند. 5 تا او از اولاد حسن یا حسین است. او فاطمی نسب است. وقت او میآید حضرت مسیح با او نازل میشه. وقت او بیاید هرگز شکست نمیخورد. 10 تا چیز را مثل هم حرف میزنیم. نامش، لقبش، کنیش، اسم پدر و مادرش. یک اختلافات دیگه هم داریم کم اونا. اختلاف مهم در امام مهدی میان 2 تا شاخه اصلی اسلام این است که اونا میگن اون امام مهدی که خدا میگه حتما میآید، دنیا را پر از عدل و داد میکند، با عیسی مسیح ظهور میکند، عصر او پایان تاریخ است، بعد دولت و حکومت نخواهد آمد. اونا میگن سیولت. همین یه نکته. اونا میگن سیولت یعنی چی؟ میگه هر وقت که خدا صلاح دانست همون وقت امام مهدی به دنیا میآید، جوان میشود، سپاه و لشکر تشکیل میدهد، مکه معظمه را تصرف میکند، جهان را پر از صلح و داد و عدل میکند. ما میگیم نه، او سیولت در آینده به دنیا نمیاد، فقط ولده. ما میگیم به دنیا آمده. در سال 255 قمری نیمه شعبان در سامرا به دنیا آمده و الان حاضر و حی و زنده است ولی غائب. اختلاف در همین یه نکته است. صلوات محمد بفرمایید. یک نکته همینجا هست. خب حالا ببینید خانم آقایون، ما گفتیم بر اساس چارچوب قرآن و سنت همین برگزاری مجالس ابی عبدالله الحسین که سنت مؤکد است، همین هم چهره واجبم به خود میگیره. اما او یه چیزی که خیلی واجب است، امشب سینه زنید مستحبه، روزه خوانید مستحبه، حتی گوش دادن منبر من مستحبه، ولی یه چیز بر همه ما واجبه. اینم باز شیعه و سنی میگه. جالبه. شاید برای بعضتون بگید آقا ما اول بار اینو شنیدیم، مشکل نداره، حالا که شنیدی عمل کن. یکی از احادیث متواتر، حدیث متواتر به حدیث میگه که آنقدر نقل شده که کسی شک نمیکنه که پیغمبر نگفته باشه. در سهای 6 آمده، در کتابای ما آمده، آنقدر کثیر و زیاده که کسی میگه این امکانی که بگه دروغ باشه دروغش نیست. از رسول مکرم اسلام شیعه و سنی نقل میکند که هر کسی که بمیره، من مات، هر کسی که بمیره در حالی که، در وقتی که، در شرایطی که امام زمان خود را نشناخته باشه، من مات ولم یعرف امام زمانهی،
روایت دیگه میگه من مات ولم یکن فی عنقه بیعت، بمیره و بیعت امامش نداشته باشه. من مات بلا امامن، همه نقل میکنن. میگه خب چی میشه؟ میگه مات میتتن جاهلیه، این آقا یا این خانم خدای نکرده به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی یعنی چی؟ یعنی مرگ بیدینی. قبل از پیغمبر عصر جاهلیت میگن، بعد رو عصر اسلام میگن. میگه کسی که بمیرد و معرفت و شناخت و بیعت با امام زمانش نداشته باشه، این به مرگ جاهلی مرده. خب نتیجهش چیه؟ نتیجه این است که ادامه منبر گوش دادنش نه تنها مستحب که واجب است، چون طبق این حدیث متواتر یکی از وظایف واجب ما این است که امام زمان ما را بشناسیم. صلوات مرحمت بفرمایید. فرمودن برای مردم مظلوم و پناه افغانستان دعا کنیم. فرزند داره، گفتن مشکل داریم، دعا کنید. خداوند انشالله حاجات مشروعی همه رو، نویسنده این نامه رو برآورده بکنه. صلوات نت بفرمایید. جمع کنم آقا، حواستون ورانور نره. از اول منبر چی گفتیم تا حالا؟ شما شمرده گوش بدید. یا آقای گواج آقا شما رو منبر که میری هر چی یادت آمد میگی، لطفاً شمرده حرف بزن. او آقا گفت شما شمرده پول بدید که منم شمرده منبر برم. شما شمرده پول ندید به حساب ما قبول میکنیم، اما ما شمرده حرف میزنیم. درسته یا نه؟ با هم رفیق شدیم الحمدلله. آقا از اول منبر ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا امشب شب عاشوراست، شبش که خیمه های ابی عبدالله برچیده میشه. بر اساس آیه قرآن امام مقتول و منصور، ما باید از خیمه امام مقتول و شهید ما به خیمه امام منصور ما، امام زمان ما بریم. در زیارت عاشورا همین رو میخوانیم که من یرزقنی طلب سارکم مع امام خدا ناطق بالحق. آیه قرآن هم همینو گفت. ما حدیث متواتر پیغمبر میگه بدون معرفت و شناخت امام زمانت بری، اصل دینت مشکل داره. این داستان آنقدر روشن بود زمانی که حجاج ابن یوسف ثقفی مدینه رو گرفت. بعض اصحاب یاران پیغمبر شهید شدن، چون وقت فهمیدن که حسین ابن علی در کربلا شهید شد، مدینه قیام کردن به خونخواهی امام حسین. یزیدیان رو تاج و تختشون رو بردن. حجاج ابن یوسف ثقفی وقت مدینه رو گرفت، هنوز عبدالله فرزند خلیفه دوم زنده بود. نیمه های شب در دارالاماره حجاج ابن یوسف ثقفی رو میزن. گفتن کسی وقت شب در میزنه؟ نگاه کردن گفتن عبدالله هست، فرزند خلیفه دوم آدم مهم است. در رو باز کنید ببینیم چی میگه. پیشگاه آمد صدا زد من از پیغمبر بارها شنیدم که اگر کسی بمیرد امام و حاکم و خلیفه زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. گفت دستتو بده که من با تو بیعت بکنم. او امام رو خطا گرفت، اشتباه گرفت، او تقصیر خودشه. ما کجاشو کار داریم؟ ما اینجاشو کار داریم که زن و مرد مکه و مدینه میفهمیدن که پیغمبر فرمود دستتو به دست امام زمان حقت بده. اگر بیعتت با امام زمانت نباشه اصل دینداری زیر سوال. امام زمان ما از کجا شروع کنیم؟ امیدوارم که هیچ جوان بالای 17 سال، هیچ جوان بالای 17 سال چی دختر چی پسر در این مجلس نداشته باشه مگر این که حداقل یک کتاب راجع به امام زمانش خوانده باشه. نداشته باشه. اگر هستید تا محرم بعدی حتما حداقل یک کتاب راجع به امام زمانت بخون. نگین آفرینش کتاب است که در تخصص مهدویت دوستان همکاران ما نوشته. نگین آفرینش 3 جلد خیلی قشنگ مطالب امام زمان را 1 2 3 50 تا درس و جلسه قشنگ نوشتن به زبان فارسی، انگلیش هم ترجمه شد.
من یک دو دوستانی که در همین هیئت شما الان اینجا هستن خیلی گفتم که کوشش کنید که اینو به آلمانی هم ترجمهش کنید. اگر شما کسی از حال دارید یه تیم تشکیل بدید این کتاب قشنگ نگین آفرینش رو، البته اگر ترجمه نشده باشه، فکر کنم ترجمه شده باشه به زبان آلمانی، اگر نشده باشه ترجمهش کنید، برای اینکه دین ما تکمیل بشه حداقل یک کتاب راجع به امام زمان ما بشه. یکی از علل و عوامل طولانی شدن غیبت امام زمان ما همینه که ما معرفت نداریم، شنو نمیشناسیمش. چرا 25 سال علی ابن ابی طالب در خانه نشست؟ او هم غایب بود دیگه. غیبت امام علی با امام زمان هیچ فرقی نداره. امام علی غایب بود یعنی خانه نشین بود، کار دستش نبود. امام زمان ما الان هم خود زنده است، نان که میخوره، غذا که میخوره، کار دستش نیست. چرا امام علی 25 سال خانه نشین شد؟ چون نمیشناختنش، معرفت نداشتن، تبعیت نداشتن. غیبت امام زمان هم یکی از علتهاش همین است. هنوز ماهی که منتظر او هستیم هنوز میگم آقا یک کتاب راجع به او نخوندیم. پیغمبر که فرمود اگر نخوانی ندانی در اصل دین تو خدشه و خلل وارد میشه. عزای امام حسین اگر نگفته هر کس بر حسین عزاداری نکنه مات میتة جاهلیه، ولی اینو گفته. خب من عالم دین هرچند اگر اینو بگم بگید آقا فردا خب مجلس اعضا خالی میشه، ولی ما باید اونی که دین گفته رو به مردم بگیم، نه اون چیزی که به خیر ما و هیئت میشه. راجع به امام زمانت حتما آقا حداقل یک کتاب بخوان. خواستی اما نگین آفرین 3 جلده قشنگم نوشته شد، حدودش شاید 80-90 بارم چاپ شده. انگلیسیشو یقین دارم هست، امیدوارم که آلمانیش هم باشه. نبود شما بغلا دست به کار بشه، یک کمک کنید به امام زمان این کتاب ترجمهش بکن. کلش نه، بخشاشو ترجمه کن بذار تو کلیپ تو یوتیوب. این خودش یک کار مثبته. اینایی که میگن لاغره، میگم چیه، میگه آقا اونجا حقی چی نداریم، بشین آقا کتابو ترجمه کن، یه خیر دنیا و آخرت نصیبت میشه. از استاداتم کمک بگیر. یه صلوات مرحمت بفرمایید. آقا اگر از شما یک کسی سوال بپرسه بگه آقای مستر همفر را دوست داری یا دشمنش هستی، چی جواب میدین؟ دوست مستر همفر هستی یا دشمنش؟ چی جواب میدی؟ نه دوستشم نه دشمنشم. یک غذایی که نامشو بلد نباشی، ما یه زمان بوشهر تبلیغ میرفتیم، یک غذایی به نام گمنه داشتن. گفتن آقا گمنه میخوری برات بپزیم؟ از شما پرسن گمنه میخوری یا نمیخوری، چی جواب میدی؟ نه دوستش داری نه دشمنش. ما آدم ها اگر از یه آدم خوش ما بیاد یا از یک آدم بد ما بیاد، از یک غذا خوش ما بیاد یا بد ما بیاد، باید او رو بشناسیم. تا معرفت و شناخت نباشه نه او رو دوست داری نه دشمن داری. معرفت قدم اوله. بشناسی تا عاشقش بشی یا دشمنش باشی. به جوان گفتن خدا رو میشناسی؟ گفت نه. گفت چرا آخر؟ گفت خوب رفت آمد که نباشه دیگه از کجا بشناسم خدا رو؟ راست گفته. رفت آمد یعنی خب نمازشو میخوانی نمیخوانی، مجلسشو میای یا نمیخوای، باش معرفت. رفت آمد نباشه شناخت نیست. راست گفته. اساس محبت و نفرت ما اساسش معرفت و شناخته. بعد که مستر همفر رو برات معرفی کرد که شناختش عاشقش میشی. اگر خیلی خوب شناخته زیاد عاشقش میشی. کم میزان معرفت ما، میزان محبت و تبعیت ما از یک امام، از یک لیدر، از یک نمیدونم غذا خوراک، میزانش مستقیم رابطه داره با معرفتت و مقدار معرفتت. هر قدر معرفت مقدارش بالا بره محبت و تبعیت میره بالا. این که جوانو به زور برای نماز بیدارش میکنیم، به زور میخوایم حجاب سرش بکنیم، برای که هنوز معنای نماز رو کامل نفهمیده که نماز چی خبره، تو نماز قصه از چی قراره. هنوز ندانسته که یه حجاب به نفع خودش هست، پیش از اینکه خدا رو خوشحال کنه والدینش رو خوشحال میکنه. اگر اینا به شکل منطقی توضیح داده بشه، نمازخوان شدن و با حجاب شدن اولادای ما آسانتر میشه، بهتر میشه.
خب بحث این است که من که خودم با عنوان پدر و مادر هستم هنوز نگرفتم که اسلام که گفته شراب نخور، اسلام گفته قمار نزن، اسلام گفته احترام والدین رو بگیر، اسلام که چی گفته، هنوز خوب نگرفتم که تمام اینا برای سعادت منه، نه برای سعادت خداوند. خدا چی نیاز به ما داره؟ هیچ آدم نماز نخونه، هیچ کس هم حجاب و کلاه سرش نکنه، یک ذره از خدا که کم نمیشه. ما خیال کردیم که دین یک بار است به دوش ما. نه، دین آمده که بار را از دوش ما برداره، نه که بار بگذاره. یعنی هر قدر که معرفت و شناخت ما از دین بالا بره، به اون مقدار دینداری برای ما آسان میشه. بس اون ور نره، راجع به امام زمان ما اگر معرفت و شناخت ما بالا بره، او وقت ما عاشق او میشیم، او وقت او را از درون قلب صدا میزنیم، او وقت میگه ما آماده یاری تو هستیم. هر قدر شناخت بالا بره. علی ابن ابی طالب را نشناختن که او تنها ماند، ولی وقتی که شناختنش دیر شده بود، خیلی دیر بود دیگه. به قول جلال الدین بلخی میگه که آب رو از سرچشمه با بیل گرفت، از سرچشمه که آمد با پیل نمیشه گرفت، فیل هم دیگه جلو آبو نمیگه. او از سرچشمه کار خیلی آسان بود. غرض حالا ما امشب بیاییم کل امام زمان رو برای شما معرفی بکنیم که امکانش نیست. ما یکی از موضوعات رو برای شما بیان بکنیم امشب. رسول مکرم اسلام فرمود که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، با فضیلت ترین عمل امت من این است که منتظر مصلح باشد. کدام مهدی؟ همون مهدی که الان در اینترنت زدم، چون این روایت ها رو 20 سال 25 سال قبل خواندم، گاهی خودم آپدیت میشم. همین الان زدم که در مجامع روایی ما آمده که من انکر المهدی فقط کفر. منکر امام مهدی دین رو قبول نداره. اینقدر اخبار مهدی یقینیه، مولا درزش نمیاد. امام مهدی یک حقیقت نابض در متون قرآن و روایات ما که امام مهدی شیعه و سنی نمیشناسه. در همین عربستان حدود 58 یا 60 سال پیش در همین عربستان سعودی، همین الان هم خبرشو بزنید در یوتیوب و گوگل هست، بنویس محمد العطیبی، حجیمان العطیبی، بزن همینو. در همین کعبه رو محاصره کرد، رفت گفت من نام محمده، لقب مهدی، قریشی هستم، زمان من فتنه و فساد زیاد شده، دروازه های مسجد الحرام رو بست، گفت بیاین به من بیعت کنید که من مهدی هستم. هنوز جنگا و دیوار تعداد گلولایی که در اونجا بوده هست. هیچ عالم دین، هیچ آدم بلند نشد که بگه مهدی دیگه کیه؟ مهدی رو من قبول مونده، گفتن تو اون نیستی. یعنی اصل اعتقاد مهدی جز مسلمات دین مذهب و اسلامه. لذا نگفتن این دیگه کیه، گفتن نه تو او مهدی نیستی. اصل مهدی که درسته به قول مولانا که چی میگه؟ میگه تا نباشد حق کی باشد دروغ. حق از دروغ گیرد فرو. هر وقت میگن جنس تقلبی معناش چیه؟ یعنی جنس اصلی است. بگه پاس تقلبی نه پاس اصلی. تا میگه مهدی دروغه، نه مهدی حقیقی وجود داره که تا حق نباشه که دروغ معنا نداره. یکی از تعالیم و آموزه‌های ما برادران و خواهران که امشب از خیمه ابی عبدالله الحسین میریم خیمه امام منتظر، خیمه امام منصور، این است که ما باید منتظر امام زمان باشیم. همه تونم قبول داریم، بار هم شنیدید. حالا سوال امی که میگه منتظر امام زمان باش یعنی چی؟ مهم اینه دیگه. آیا منتظر یعنی چی؟ منتظر امام زمان ماندن دو تا معنا داره. یک معناش انتظار ویرانگر، انتظار منفیه. یک معناش انتظار سازنده و مثبت. اونی که برخی از کتاب‌ها یا عالم نماها نوشتن میگه منتظر امام زمان مثل یک پدر بزرگ و مادر بزرگی که منتظر است که نواسش کی از دانشگاه برمیگرده. این مادر بزرگ منتظر آمدن
اولادش است که از دانشگاه یا از سفر بیاید. منتظر است یعنی چی؟ یعنی میره شیشه رو باز میکنه، پنجره رو بالا میکنه، نیومده. یه ماشین که رد میشه ببینه نواسش پایین شد. این منتظر یعنی هیچ کاری کرده نمیتونه، نه آمدن نواسه رو زودتر میده نه دیرتر. این فقط نشسته همینطوری ببینه که کی برمیگرده. به این میگن انتظار ویرانگر. این انتظار سکون، رکود، استاب، بی روح، بی مغز، بی جان، بی اثره. ما که منتظر امام زمانیم یعنی همین، یعنی دست روی دست بگذاریم ببینیم که امام زمان ما کی میآید. بیمن انتظار ویرانگر. بلکه بعضا یه گپ دیگه میزنن جالبه. در زمان اوائل حدود 50-60 سال پیش که حوزه علمیه دچار تحول میشد، اونجا یک حزب بود، یک مکتب بود، یک جریان فکری بود. او جریان فکری چی میگفت؟ میگفت آقا جان در اخبار امام زمان آمده که هر وقت دنیا رو فسق و فجور و فساد پر کنه او وقت امام زمان میآید. پس شما اگر طرفدار آمدن امام زمانی به جای تکیه خانه و کلاس‌های احکام و کلاس‌های عقاید برید فسق و فجور رو زیاد کنید که امام زمان زود بیاید. به این میگن انتظار ویرانگر. یک جریان بود. چقدر استاد مطهری، چقدر بزرگان دین همت کردن تا این فکر رو برداشتن، این فکر رو درستش کردن. این فکرهای انحرافی در هر جا مانند یک قارچ، مانند یک میکروب سبز میشه. هر چیز دشمن میکروب داره، دین و جریان سالم هم داره. و یک جراح خوب میخواد که اینا رو به قول شاعر که خوب و بد زندگی در سر هم ریختن، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجا. کو بازوی دهقان که تر و خشک و خوب و خراب از هم جدا کنه. خب این جریان انتظار منفی است که عقل آدم اینو قبول نمیکنه. عجب تو منتظر امام زمان برو فسق و فجور کنی که امام زمان. پس حتما انتظار غلط فهمیدی. انتظار مثبت و سازنده کدام انتظار است که شما صلوات بفرستین؟ خیلی خوب تقسیم کار کردیم. خدا وکیلی من حواسم به ساعته، شما فکرتان به منبره. خانم هم که فکر میکنی اصلا هیچ خانم نیومده. ببین هیچ صدای بلند نمیشه. حالا خدا میداند یا نیستن اینجا یا دارن چت بازی میکنن ببینن که صدا هست مینویسن، یا نه بابا جان چون حرف درست بندگان خدا گوش میدن. چرا؟ چون در طول روز میگن این مطلب رو بگو این مطلب رو نگو، معلوم میشه که گوش میدن. خب من روم نمیشه بگم جلو بیایید. همون سینه خیزه که از خارهای مرزا رد شدی، یه سینه خیز دیگه هم بیا کم جلوتر بیا صلوات بفرستید. ماشاءالله معلوم میشه که همینجا سینه خیزی آلمان آمدن. باریکالله باریکالله ماشاءالله. ان شاءالله که این سینه خیز آخرت باشه تا محرم امسال همه با سیتیزن آلمان نشسته باشه. البته نگرفتی هم انشالله توکلت بر خدا زیاد باشه، از نعمتهای موجود استفاده کن، انشالله اونم درست میشه. صلوات مرحمت بفرمایید. 10-12 دقیقه بیشتر مزاحمت نمیشه. انتظار مثبت یعنی حرکت، یعنی جنبش، یعنی رفتن. انتظار مثبت، یه مثال بزنم، انتظار منفی مادر بزرگ بود که منتظر نواسش بود. انتظار مثبت مانند یک درایور میمانه. راننده که پشت فرمان است کی فرانکفورت میرسه بستگی به درایور داره. بیدار باشه، پیچار اشتباه نره، به وقتش سرعت بگیره، به وقتش بریک کنه. این 1 ساعت و نه یا 1 ساعت 10 دقیقه ما رو فرانکفورت میرسونه. بازی کوشی کنه 5 ساعت دیگه ما رو فرانکفورت نمیرسونه. بعضی راننده‌های تاکسی هستن بیچاره سوار میکنه 3 دور شهر رو میچرخونه، دیگه تاکسیوانه میگه آقا عجب حرف گفت. حالا پولا حلال بوده یا حرام بوده؟ خدا عاقبتتون رو به خیر بکنه. خب یه صلوات نعت بفرمایید بازم. ماشاءالله هرچی هم رفیق داریم درایورم. خیلی خوب. آره یا آخوند فقیر پولدار رفیقش نمیشه هیچ وقت. خب انشاءالله خداوند هر کسی که در صدد کسب رزق روزی حلال است خدا حمایتش بکنه. انتظار مثبت مانند او درایور و موتروان و راننده ای میمانه که پشت و فرمانه. اگر درست بره زود میرسه، اشتباه بره دیر میرسه.
آقا ظهور امام زمان، نزدیک شدن فرج او دست خودشه یا دست خدا؟ جواب دست خودش یا دست خدا یا دست ما؟ دست کداماست؟ دست هر سه. باریکالله. تقدیم و تأخیر ظهور امام زمان اتفاقا 60% 70% دست ما هست. اون روز یه بنده خدای اون ملبورن ما هم خیلی مشکلات داریم اونجا هم. الحمدلله آرام آرام مردم شناختن، خب ما زودی حرفو تمامش میکنیم. اون ملام که روز اول نمیتونه بگه اینو اونور کو، اونور برو اونور برو، میگه تو آقا از کجا اومدی؟ بذار یه خورده بشناسیم. تو خودت تو خانت مشکل نداری، طلاق ملاقه دورت نیست، جنگ و دعوا با خانمت نداری. بعد که فهمیدن نه والا با سوادم است، با اخلاقم است، خوبه، بعد آرام آرام حرفشو قبول میکنه. راست میگه، کار خوبو میکنی. این مقلد میگن آقا چرا این مجتهدین کنار نمیاد؟ 3 روز عاشورا، 4 روز عاشورا. گفتم بنده خود چرا سر مجتهد اعتراض؟ تقصیر خودته. خود تو رفتی هر جا از هر در پیت مجتهد پیدا کردی، تقلید میکنی، حالا توش ماندی. مشکل خودت، گردن اونا مندازی. آقا حالا که اونا نمیشینن یکی بشه، خود شما یکی بشه. آقا اینا هیئت همه تصمیم میگیرید از یه مجتهد تقلید، کار تمام میشه. حالا این بحثش البته خام پخته کنم باید که اولا مجتهدین هم عمدن اختلاف نمیکنن، شما به این سادگی نمیشه مجتهد ول کنی. از باب لطیفه براتون گفتم که خیلی کارها مشکلات دست ماست، گردن دیگران مندازه. نزدیک شدن ظهور امام زمان 60%ش به ما ارتباط داره. ما معرفت ما کامل بشه، عمل ما درست بشه، منتظر واقعی بشیم، او می آید. ما میتونیم ببینید ظهور امام زمان، اون شب برات یه ترسیم رسم کردم، یه گراف. اینایی که فیزیک میخونن پیشرفت یک چیز رو گراف رسم میکنن اینطوری جدول. این ظهور امام زمان ما اینطوریه. یه وقت از خیلی میاد پایین، یه وقت میاد در آستانه ظهور یه مشکل دیگه باز میاد پایین. این 1001 پیچ و خم. گاهی اوقات جامان قدر آماده میشه که یک یا علی گفتن ظهور رو میاره، یه مشکل پیش میاد باز سقوط میکنه. این ظهور اینطوریه، تابع اراده دست جمعی ماست. اگر ما شناخت ما کامل بشه، اعمال ما درست بشه، دلیل نداره او بیاد. چرا غایب شد؟ چون مردم نشناختنش. چرا غایب شد؟ چون جانو در خطر بود. چرا غایب شد؟ چون حکومت تشکیل همین چراها رو ما میتونیم حل بکنیم. اگر ما آماده پذیرش او شدیم، او میآید. از نایی و منع نیست. انتظار مثبت یا انتظار سازنده انتظاری است که شما پشت و فرمان و اشترنگ زندگیت بشینی، زندگی تو بر اساس گفته‌های مهدویت درست کنی. حلال و حرام و حساب و کتاب و زن و خانواده اول خود درست بکن، بعد برو همسایه رو. خودت درست شدی، همسایه درست میشه، شهر درست میشه، کشور، مملکت و دنیا درست میشه. درستی اینطوری شروع میشه، نه از پایین به بالا. اگر اینو ما درست کنیم، به این میگن انتظار سازنده. اگر یه سوال از شما بپرسم در یک کلام 5 دقیقه معنای انتظار بفهم و برو. ساعت 10-11 میری خانه خاله، خوش آمدی، سلام علیکم خاله جان، چی خبر؟ میگه والا خبرها زیاده، امشب 10 تا مهمان داریم. اوه کیا هستن؟ والا 2 تاش که شوهر خالت میاد، این باجناقام دیگه باید بالاخره مخصوصا که باجناق بزرگ باشه در مهمانی باید ثابت کنه که باجناق بزرگم. آقا باجناقا و شوهر خاله ها رو مهمان داره شب. 3-4 تا هم عروسای جدید پایوازی و مهمان کردن. بعد خاله راحت نشسته داره تلویزیون کارتون میبینه. ساعت 5-6 غروب میشه، خانه کثیف به هم ریخته. میگم خاله جان شما دروغ نمیگی، اشتباه نمیکنی؟ اون مهمانای مهم امشب داری تو، نه غذا پختی. حالا به فرضی که زمان قدیم باشه که نگه رستوران سفارش داده، نه آشپزخانه دود بخار بلند میشه، نه لباسات عوض کردی، نه دم خانه رو آب و جارو کردی، تو منتظر نیستی، دروغ میگی. همه ما اینو میگیم، میگم منتظر نیستی. منتظر او خاله هست، منتظر مهمان ها که اول صبح کلی
برنج مرنج آماده کرده، دسترخوان و سفره رو آماده کرده، گیلاس های زنانه و مردانه رو جدا چیده، متکا و بالشتا رو منظم کرده. نیم ساعت به آمدن میره دم خانه رو آب پاشی میکنه منظم، میشینه میگه مهمان ها بیاید. به این میگن منتظر. خب ما چطور منتظر امام زمان هستیم که هنوز حلال ما معلوم نه، حرام معلوم نه، حساب کتاب ما با خانواده معلوم نه، خلق اخلاق با زن بچه خراب، با جوان ما صحبت کردن یاد نداریم، 1001 جور مشکل داریم. بعد میگه ما از منتظران ظهور امام انتظار رو خانم و برادران مثبت کنیم تا انشاءالله ظهور امام زمان ما نزدیک بشه. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. صلوات بفرمایید.